دو مأمور میلیسا در ناحیه همدانی ولایت ختلون با گمان لطوکوبی ساکن ناحیه نور محمد عبدالرسولوف دستگیر کردند. حادثه ماه اوگوست امسال روی داده بازداشت کاپیتان شمس‌الدین سعیدزاده و مایور فخرالدین حکیمزاده تقریبا یک هفته پیش صورت گرفت. بعد از آنکه به گفته منابع رادیو آزادی نتیجه تشخیص دسترس شد. دادستان منطقه کلوب به ضد آنها با اتهام برآمدن از حد وکالت‌های منصبی ماده 316 کدکس جنایی پرونده شده است. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد و بنااً تفصیلات نمیدهند. یک منبع در اداره‌های انتظامی کلوب روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت سعیدزاده و حکیمزاده شب 18 به 19 اوگوست خواستند ماشین عبدالرسولوف را کافت و کاب کنند با بهانه آنکه درباره در داخلش بودن مواد مخدر خبر گرفته‌اند. عبدالرسولوف مانع می شود و او را با مشت و لگد زده‌اند. همصحبت ما گفت شمس‌الدین سعیدزاده سردار شعبچه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ناحیه همدانی بود. ولی نور محمد عبدالرسولوف خواسته است شخصان خالص و بی‌طرف ماشین او را کافت و کاب کنند. کوشش رادیو آزادی برای یافتن نور محمد عبدالرسولوف و فهمیدن اصل قضیه از زبان او تا این دم امکان پذیر نشد. همصحبت ما در اداره‌های انتظامی کلاب گفت و چند مدت در بیمارستان خوابیده در بیاناتش گفته است مأموران میلیسا او را در قدیرا و در بینای شعبه کارهای داخلی زده‌اند. نظر مأموران میلیسا و یا نزدیکان آنها به قضیه معلوم نیست. شعبه کارهای داخلی ناحیه همدانی نیز در این زمینه شرحی نداده است. در یک سال اخیر بار دوم است که مأموران میلیسا در منطقه کلوب با گمان برآمدن از حد وکالت‌های منصبی دستگیر و زندانی می‌شوند. ماه اوگوست امسال 3 مأمور ریاست کارهای داخلی را در این منطقه برای بازداشت و شکنجه عبدالقهار رازقوف که سبب مرگ او شد 14 سال به زندان محکوم کردند. سالانه ده‌ها بازداشت شده و یا نزدیکان آنها از شکنجه شکایت می‌کنند. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه‌های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشت شدگان، تهیه سریع‌وقتی سندهای آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می‌کنند. به جز این گفته می‌شود اقرار گناه زیر شکنجه نباید دلیل دانسته شود. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلاب.